و در واقع زنی که یک مرد ضعیف و ناتوان رو انتخاب میکرد محکوم به مرگ بود. چرا؟ چون تا یه جنگی میشد، تا یه حیوانی حمله میکرد، همون مرد رو میکشت، همون زن رو، بچه هاشو. و خب نسل این زن ادامه پیدا نمیکرد و در واقع نسل زنهای ادامه پیدا کرد که تمایل به مردهای قدرتمند داشتند و در واقع در طی هزاران سال این در روان زن تعبیه شد که به مردی جذب بشن که یک مرد قدرتمنده، که یک مرد توانمنده، که یک مردیه که توانایی محافظت از اون زن و بچه هاش رو داره. و تا 200-300 سال پیش که زندگی ها هم قبیله‌ای بود، در واقع عامل بقای یک زن همین بود و رفته رفته زنها طی هزاران سال این ویژگی درونشون تعبیه شد که آقا باید با یک مرد قوی باشن و در واقع تمایلشون به سمت مردهای قدرتمند رفت و از مردهای احساسی و از مردهای لطیف بیزار بودن. حالا زن به این فکر نمی‌کنه که این مرد عامل بقای منه، این مرد قاتل بقای منه، به این فکر نمی‌کنه. رفته رفته در طی زمان این در روانش تعبیه شده که باید به مرد قدرتمند جذب بشه، که به مرد قدرتمند حس پیدا میکنه. حالا چراش این بود که من به شما گفتم، چون این در راستای بقاش بوده و رفته رفته در ذهنش، در روانش تعبیه شده. خب پس تا 200-300 سال پیش این عامل بقا بوده. اما اتفاقی که میفته چیه؟ توی 200-300 سال اخیر همه چیز برعکس میشه. اون مرد قدرتمند، اون مرد جنگجو، اون مردی که هوش ریاضی خیلی خوبی نداره اما قدرتمنده، اما زور بازوی زیادی داره، توی زندگی قبیله خیلی جایگاه بالایی داشت. ولی یهو توی جوامع مدرن اینجور مردها اومدن توی جایگاه‌های پایین جامعه. از اون ور مردی که احساسی بود، مردی که روحیات لطیفی داشت، درس خون بود، هوش ریاضی بالایی داشت، اینها رفتن توی سطوح بالای جامعه. اما گفتیم برای اینکه روان یک زن شکل بگیره، برای اینکه یک ویژگی، یک تمایل درون روان یک مرد، یک زن شکل بگیره، تعبیه بشه، هزاران سال لازمه. ولی الان تازه 200-300 سال از زندگی قبیله‌ای گذشته. پس به خاطر همین روان زن هنوز توی زندگی قبیله‌ای گیر کرده. شما اگر این رو بدونید، حالا تمام سوالاتتون برطرف میشه. چرا زنها پسرهای خوب، پسرهای نایس، پسرهای گوگولی، پسرهای آروم، پسرهای احساسی رو پس میزنن و میرن با پسرهایی که جاه طلبن، پسرهایی که قدرتمندن، پسرهایی که کاریزما دارن و اغلب پسرهای بد این ویژگی ها رو دارن؟ حالا متوجه میشید چرا این اتفاق میفته. زن واقعا از مرد چی میخواد؟ درسته الان دیگه زن به مرد قدرتمند احتیاج نداره که بقا پیدا بکنه، حیوانی حمله نمیکنه، جنگی نمیشه، اما روانش توی زندگی قبیله‌ای گیر کرده. در واقع الان نیاز اصلی وجود نداره، نیاز اصلی به محافظت شدن وجود نداره، اما نیاز روانیش وجود داره. چرا؟ چون ذهنش توی زندگی قبیله‌ای گیر کرده. پس شما به عنوان یک مرد توی زندگی مدرن باید بتونید ویژگی هایی رو درون خودتون تعبیه بکنید که زن توی ارتباط با شما حس قدرت از شما دریافت بکنه، حس مردانگی از شما دریافت بکنه. حالا برای مردها چه اتفاقی افتاد؟ از مردها خواستن که خودشون رو کنترل بکنن، رفتارهای مردونه، اکتهای مردونه، لحن مردونه نداشته باشن و در واقع بیشتر از جوامع، مدارس و فیلمها و از اون مهمتر دوری از پدر این رو توی مردها تعبیه کرد. بعد از انقلاب صنعتی مردها دیگه با پدرشون وقت نمیگذروندن. بعد از انقلاب صنعتی پدر رفت بیرون از خونه و مردها تنها موندن با مادرشون. رفته رفته ویژگی های مردانه از مردها دور شد. چرا؟ چون الگویی نداشتن که ازش مرد بودن رو یاد بگیرن. مردها رفته رفته زنگونه شدن. ابراز احساساتشون، تمایلاتشون، لحن صحبتشون، رفتارشون، تمام ویژگی هاشون زنونه شد و در واقع این چیزیه که الان در وجود شما هست. از اون وقت فیلم ها القا کردن، گفتن آقا مرد نباشید، زن باشید. زنها جذب مردی میشن که زنونه رفتار بکنه، عین زن بهشون ابراز احساسات بکنه، عین زن باهاشون برخورد بکنه. و بچه‌ها این فاجعه است. برای همینه که شما سمت هر دختری میرید پستون میزنه. چرا؟ چون دخترها چیزی که باید باشن هستن. دختر از مادرش فاصله نگرفت، دختر بودن تقبیح نشد توی
جوامع مدرن. اما مرد بودن چرا؟ مردها از پدرشون فاصله گرفتن. از اون بر فیلم ها، جوامع، مدارس از مردها خواستن دیگه مرد نباشن، مردونه راه نرن، مردونه حرف نزنن، لحن مردونه نداشته باشن. و در واقع به خاطر همینه که شما نیاز به آموزش دارید تا بتونید مردانگی از دست رفته‌تون رو دوباره پیدا بکنید، تبدیل به یک مرد بشید و ببینید اون موقع چطور همسرتون عاشق شما میشه، چطور شریک زندگیتون دیوانه‌وار حالا شما رو دوست داره، همونی که با شما سرد بود، با شما دعوای الکی راه مینداخت. ببینید چطور شما رو میپرسته، چطور میتونه حالا از شما حس قدرت دریافت بکنه، چطور میتونه به شما تکیه بکنه. و بچه‌ها باید تمام آموزه هایی که قبل از این کردن توی مغز شما و تماما اشتباهه همه رو دور بریزید و باید با من هنر مرد بودن رو یاد بگیرید. و از این به بعد اسم کلاس هایی هم که میخوام برای دوره اولمون بذارم همینه، هنر مرد بودن. شما باز یاد بگیرید که مرد باشید، مثل یک مرد رفتار بکنید، مثل یک مرد ابراز احساسات بکنید، مثل یک مرد راه برید، مثل یک مرد صحبت بکنید، تبدیل به یک مرد واقعی بشید. و بعد از اون نه تنها ارتباطتون با زنها اصلاح میشه، بعد از اون نه تنها ارتباطتون با شریک زندگیتون اصلاح میشه، بلکه اصلا شخصیت شما اصلاح میشه، زندگیتون اصلاح میشه. برای چی افسرده اید؟ برای چی الان حس قربانی بودن دارید؟ خودتون رو قربانی میدونید، احساس میکنید کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ چون از مرد بودنتون فاصله گرفتید، از اون چیزی که خداوند برای شما مقدر کرده فاصله گرفتید و دارید رفته رفته زن میشید. چرا ما باید الان ببینیم توی جامعهمون، حتی توی جامعه غرب فرقی نمیکنه، چرا باید این شلوارای قد 90 یه مرد بپوشه؟ چرا مرد باید موهای مچ پاشو بزنه؟ واقعا فاجعه است. این فقط ویژگی‌های ظاهریشه، ویژگی‌های رفتاری، عین دختر ابراز علاقه کردن. ببینید این مشکلی نداره ها، ما نمیخوایم بگیم مشکلی داره این، ولی برای شما یه مرد مشکل داره، برای دختر هیچ مشکلی نداره. ولی شما اگر بخواید مثل یک دختر تقاضا بکنید، اگر بخواید مثل یک دختر صحبت بکنید، مثل یک دختر ابراز علاقه بکنید، خب پس فرق بین شما و اون چیه؟ اصلا برای چی دختر به همجنس خودش جذب نمیشه؟ به توی مرد جذب میشه چون چیزی که از تو میخواد توی همجنس خودش نمیبینه. اما متاسفانه مردای امروز نه تنها توی ایران، توی کل دنیا به سمتی رفتن، به دلایلی که بهتون گفتم، انقلاب صنعتی، جوامع مدرن، فیلم ها، هالیوود، به سمتی رفتن که اون چیزی که زن توی مرد میپسنده رو به کل دادن رفته، هستن نابود کردن توی خودشون و تبدیل به زن شدن. و این میشه که زنها در به در دنبال یک مرد میگردن و از اونجایی که پیدا نمیکنن، نزدیکترین چیزی که شبیه مرد پیدا میکنن بهش جذب میشن. و اون چیه؟ پسر بده. اون نزدیکترین چیزیه که توی ذهنشون از یک مرد دارن، کسی که اینها رو خدا نمیکنه، کسی که اول کار به دست و پای اینها نمیفته، التماسشون نمیکنه، از اینها تعریف الکی نمیکنه، اینها رو بالا نمیبره، در ارتباط با اینها اعتماد به نفس داره. اون مرد نیست، یه پسر بده. ولی شما قرار نیست بد باشید، شما قرار مرد باشید و بعد از اون تبدیل میشید به مرد رویاهای یک زن، همون چیزی که یک زن میخواد، عاشقش میشه. و ببینید روابطتون اصلاح میشه، دیگه دعوایی ندارید، دیگه مشکلی ندارید، اصلا همه چیز گلستون میشه، نه تنها روابطتون. بعد از این میبینید زندگی شخصیتون دگرگون میشه. چرا؟ چون حالا اون انرژی مردانه توی شما زنده میشه، حالا اون قدرت مردانه، اون عزم مردانه توی شما زنده میشه. دیگه خودتون رو قربانی نمیبینید. اون موقع است که میبینید از هیچی فرصت میسازید، کسب درآمد میکنید، رو پای خودتون وای میسید، حاضر نمیشید از پدرتون پول بگیرید. و رفته رفته با این آموزه هایی که من به شما میدم، با چیزهایی که تو کلاس هنر مرد بودن به شما یاد میدم، شما این ویژگی هایی که توی شما باید باشه و نیست رو دوباره میتونید احیا بکنید، دوباره به دست بیارید و تبدیل به یک مرد واقعی بشید.